میدونید ترسناکترین دشمن انسان چیه؟ اون افکار توی ذهنشه که آروم آروم بهش حمله میکنه. آره، این اسمش افسردگیه. ذهنت، بدنت، احساست همه با هم انگار مقابل تو هن. ولی یه چیز مهم این وسط هست. این که تو مقصر نیستی. و مهمتر از همه اینه که راه خروج وجود داره. توی این ویدیو قراره 7 راهکار واقعی، کاربردی و قابل اجرا بگیم. از قدم‌های خیلی کوچیک تا چیزایی که زندگی تو کم کم برمیگردونه. افسردگی 2 دشمن داره. یکی تنهایی و دومی بی حرکتیه. هرچی بیشتر تنها باشی و بی حرکت بمونی، ذهنت بیشتر توی تاریکی میمونه. ما توی این ویدیو میخوایم کاری کنیم که این 2 دشمن ضعیف بشن. اول ویدیو رو لایک کن، کانال ما رو سابسکرایب کن تا بریم سراغ راهکارا. راهکار اول، قانون 5 دقیقه‌ای. ذهن افسرده از شروع کردن میترسه. پس ما باید کاری کنیم که شروع کردن آسون باشه. قانون 5 دقیقه یعنی کاری که سخته رو فقط به مدت 5 دقیقه انجام بده، نه بیشتر نه کمتر. مثل 5 دقیقه پیاده روی، 5 دقیقه مرتب کردن اتاق، 5 دقیقه دوش گرفتن یا درس خوندن. 90% مواقع وقتی شروع کردی ادامه میدی، ولی حتی اگه ادامه ندادی بازم تو بردی، چون مغزت یاد گرفته که تو میتونی حرکت کنی. راهکار دوم، از تخت بیا بیرون. نه ورزش، نه کار، نه هدف خاصی، فقط از تختت بیا بیرون. ذهن افسرده دوست داره تو جای تاریک و بی حرکت بمونه. راهکار سوم، سمزدایی از ذهن. افسردگی فقط از درون نیست. میتونه از آدم‌های منفی اطرافمون باشه یا از مقایسه‌های اینستاگرامی، محتواهای ناامید کننده یا آهنگای غمگینی که گوش میدیم. به مدت 1 هفته سمزدایی انجام بده. آدم یا پیجی که حالتو بد میکنه آنفالو کن. راهکار چهارم، 1 نفر رو پیدا کن. تو لازم نداری با 20 نفر درد و دل کنی. فقط 1 نفر که بهت حس امنیت میده پیدا کن و باهاش درد و دل کن. راهکار 5، دفترچه تخلیه ذهن. ذهن افسرده مثل مرورگریه که 48 تا صفحه باز داره. نوشتن باعث میشه این صفحه ها بسته بشن. هر شب فقط 5 دقیقه هرچی توی ذهنته بنویس. راهکار 6، بدنتو تقویت کن. اگه میخوای ذهنت بجنگه، باید بدنت نیرو داشته باشه. این 3 کار رو حتما رعایت کن. 1، نوشیدن آب کافی. 2، خواب منظم. و 3، 10 دقیقه حرکت. اگه همین 3 کار رو انجام بدی، انرژی ذهنت 20 تا 30 برابر بیشتر میشه. و راهکار آخر یعنی راهکار 7، اگر 1 ماه که حالت تغییری نکرده یا افکار خیلی منفی سراغت میاد، حتما از 1 روانشناس کمک بگیر. مراجعه به روانشناس یک ضعف نیست. این یه حرکت شجاعانه است. مثل این میمونه که بگی من ارزش بهتر شدن دارم. افسردگی نبردی نیست که یه شب پیروز بشی. ولی با همین قدم‌های کوچیک و تسلیم نشدن میتونی کم کم به زندگی عادی برگردی. من بهت ایمان دارم. خیلی ممنون که ویدیو ما رو تماشا کردین. برای اینکه آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب ذهنت باش.